1 2 3 حرکت. کات آقا کات، واسه چی خوردیش؟ مگه نگفتم همیشه باید بذاری از دستت فرار کنه؟ خواستم صحنه طبیعی در بیاد، ببخشید آقا. اشکالی نداره، حالا یه موش دیگه پیدا میکنیم. موش کجا بود دیگه؟ بدبخت شدی. الان میگم بچه‌های موش مصنوعی بیارن. گرفتاری شدیم آقا، بیاین پلان ما رو بگیرید، من میخوام برم. بفرمایید آقا. ممنون، فاتحه‌شو میفرستم. موش مصنوعی آوردم. خب حل آقا، 1 2 3 حرکت. شما همون آقا بازیگره ای؟ تو پت چی کار میکنی؟ آره همونم، چیز خاصی نیست. 6 تا گلوله خورده بودم آوردنم اینجا، الان بهترم خدا رو شکر. ماشاءالله چه سگجونی هستین شما. چی بهتر از تو که بهترینی